اینجایی که ما هستیم گندگوی خاورمیانه از وسط پاییز خبردار شده که ناترازی برق داره و گاوش زیر تولید برق زایده. بله، یعنی الان ممکنه شما که صدای منو میشنوی برق نداشته باشی و گوشت به ما باشه، چشمت به درصد شارژ موبایلت که یه بار مثلا وسط برنامه قطع نشه. بله، اینجور جای گوش به رادیو و پادکست و چشم به شارژری هستیم الان. البته بگم همه اینجوری نیستن که منتظر بشینن تا برق بیاد، چون بعضی جاها این برق رفتنه باعث دردسر و ضرر مالی هم میشه. مثلا چی؟ مثلا این دوست عزیز نونوای مازندرانیمون که از بس برق محلشون رو قطع کردن پا شده خمیراشو برده داره میکوبه به در و دیوار اداره برق. اینا این برنامه منه ارزان برسه به این جمهور یه محرم یه لازم 5 میلیون خدا حالا این بنده خدا نونوا بوده، خمیر آورد پرت کرد به در و دیوار اداره برق. اینا پیش خودشون نمیگن مثلا با این قطع کردنای برق، اونم بدون هماهنگی، اگه باقی مشاغل هم بخوام بیان اعتراضشون رو به صورت عملی بخوان نشونه اداره برق بدن، چه صحنه‌های آخرالزمانی خلق میشه؟ نه واقعا. مثلا چه دندون پزشک بیاد یونیتو بندازه تو حیاط اداره برق، جوشکار بیاد اصلا در اتاقای اداره برق رو جوش بده، بعد نمیدونم گاودار بیاد مثلا شیرای فاسد شدهشو بپاچه به در و دیوار، بعد دیگه چی دیگه تخلیه چا رو بگو او وا ویلا وا ویلا، ولش کن. خب نکنند قطع. خب اگرم قطع میکنید قبلش خبر بدید. البته میدونید که برق برای چی قطع شده دیگه، میدونید؟ گفتن که به خاطر پایین اومدن آلودگی هوا و کم کردن مازوت سوزی مجبورن برق رو قطع کنن. حالا راست و دروغش هم که اصلا نه نیاز ایستگاه سنجش آلودگی رو برین چک کنین، نه آمار نمیدونم مازوت سوزی رو داشته باشین، نیاز به این چیزا نیست واقعا. کافیه هر جا که هستی یه نفس عمیق بکشید تا ببینید هنوزم نصف جدول مندلیف رو توی ریهاتون حس میکنید یا نه. البته تهرانی‌ها این تست رو انجام ندن لطفاً، اگه تو تهران هستید نکن، چه کاریه، چون همین الانش هم توی 4مین شهر آلوده جهان دارید زندگی میکنید. یه جوری ببین با جدیت برق و قطع کردن که هر کی توی ایران اسلامی زندگی نکرده باشه فکر میکنه مثلا چه میدونم ظرف یه ماه قرار تهران بشه جزایر قناری. بابا تو تهران صبح قناری رو ول کنی شب به رنگ کلاغ برمیگرده خونه. ای خدا به کی بگی؟